درود خدمت شما بینندگان عزیز. از امروز می‌خوایم به صورت هفتگی یک برنامه آموزش جوشکاری برق رو با همدیگه اجرا بکنیم. برنامه امروز که اولین سری از این برنامه هست رو هم اختصاص میدیم به ساده‌ترین روش جوشکاری برق. اما فراموش نکنید که کانال پیشنهادی من رو سابسکرایب بکنید و اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد ویدیو رو حتما لایک بکنید. خیلی سریع و خلاصه چند نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم و میریم به صورت عملی جوشکاری رو انجام میدیم. اولین نکته تعیین آمپراژ بهینه یا آمپراژ مناسب هستش که برای الکترود 3/2 که همه الکترود 3 میگن آمپراژ مناسب بین 90 الی 110 یا 120 آمپر هستش. این که آمپراژ رو باید 90 تنظیم بکنید یا 120 این دیگه بر عهده شما هستش. آمپراژ رو کم و زیاد میکنید تا آمپراژ بهینه رو به دست بیارید. نکته بعدی شروع جوشکاری است. اگر این رو الکترود فرض بکنید شما میتونید با چند روش قوس جوشکاری رو شروع بکنید، یا با روش نوک زدن یا با روش کبریتی. بعد از اینکه جوشکاری رو شروع کردید باید فاصله نوک الکترود رو تا قطعه کار رو تنظیم بکنید. نباید خیلی زیاد باشه و نباید خیلی کم باشه. اگر سر ماژیک رو نوک الکترود فرض بکنید و اینم قطعه کار، در الکترودهای روتایلی مثل 6013 به عنوان مثال ساید 3/2 طول قوستون یعنی فاصله نوک الکترود تا قطعه کار باید اندازه مغزی الکترودتون باشه. یعنی در الکترود ساید 3/2 طول قوستون باید در حدود 3 میلیمتر باشه. البته فراموش نکنید که در الکترودهای قریه‌ای مثل 7018 و الکترودهای سلولوزی مثل 6010 طول قوس بسیار کمتر هست نسبت به الکترودهای سلولوزی مثل 6013. چیزی در حدود نصف طول قوس الکترودهای روتایلی مثل 6013 است. اما بریم سراغ اصل مطلب که شیوه و روش حرکت دست در هنگام جوشکاری هستش. در برنامه امروز می‌خوایم یکی از ساده‌ترین ها و در عین حال یکی از کارآمدترین روش‌های جوشکاری رو خدمتتون عرض بکنم که هم در جوشکاری برق کاربرد داره و هم در جوشکاری میگمگ. شکل حرکت الکترود رو دارید برای تخت وایت بورد می‌بینید. دقت بکنید دوستان عزیز، جوشکاری از همینجا شروع میشه. جوشکاری رو 1 سانت انجام میدیم، نیم سانت به عقب برمیگردیم. دوباره به همین ترتیب 1 سانت جوشکاری رو انجام میدیم، نیم سانت به عقب برمیگردیم و به همین ترتیب خط جوش رو به پایان میرسونیم. این پترن جوشکاری رو اگر بتونید یاد بگیرید، به خصوص برای دوستان تازه کار، یکی از ساده‌ترین و در عین حال بهترین و کارآمدترین روش‌های جوشکاری است. بریم که به صورت عملی همین رو با هم تست بکنیم. دوستان عزیز، نتیجه جوشکاری رو داخل تصویر دارید می‌بینید. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشید.